شروع از 1 ایول دوره اساسی امتحان‌های مرکزآمده داخلشوی و مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلاتی میانه و عالی کسبی قسم‌های A امتحان در زمینه تحصیلاتی عمومی و قسم B امتحان در زمینه تحصیلاتی عمومی اساسی برای داوطلبانی در دوره یکم به قیدگیری نام‌نویس شده آغاز گردیده است. در این خصوص به امیدخوار در مرکز ملی تستی خبر داده‌اند. برای برگزاری دوره اساسی امتحان‌ها قسم‌های A و B در زمینه 45 مؤسسه تعلیمی تحصیلاتی میانه عمومی 20 شهر و ناحیه‌های جمهوری مرکزهای امتحانی تشکیل کرده شده‌اند که در آنها 1129 صنفخانه برای برگزاری امتحان‌ها آماده کرده شده‌اند. طبق جدول تصدیق گردیده روز 1 ایول در 42 مرکز امتحانی داوطلبان گروه اختصاص‌های یکم طبیعی و تکنیکی را انتخاب کرده قسم A را سپاریدند. سال 2023 نیز چون سالهای گذشته روند امتحان‌ها از همه مرکزهای امتحانی توسط کامراهای نظارتی در حالت آنلاین در مرکز پخش کرده می شود. برای این هر یک مرکز امتحانی با تمام تجهیزات ضروری تامین کرده شده است. اعلان نتیجه های امتحان‌ها یعنی خال و بالهای به دست آورده هر یک داوطلب و به آزمون تقسیمات راه یافتن یا نیافتن آنها 20 ایول سال جاری به نقشه گرفته شده است. در این باره امیدخوار خبر می دهد.